سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. آقا توی این ویدیو اومدیم یه کار خیلی باحال با هم کنیم. حالا این کار باحالی که قراره بکنیم مثلا چی هست و قراره چیکار کنیم؟ آقا اومدیم یه ویدیوی ترسناک داشته باشیم امروز. یه ویدیوی واقعا ترسناک که این نسخه خیلی عجیب از بازی بچگیامونو پیدا کردم آوردم که اینجا ویدیوشو هم دیگه بگیریم بچه‌ها. امیدوارم که خوشتون بیاد. بعد که همین بدون معطلی بزن بریم سراغ این ویدیو. اما قبلش لایک و ساب اصلا فراموشتون نشه که به 50 تا ساب برسیم. استریم هم حتما براتون میذارن کار کنن. حالا که بکمون تغییر کرده و توی اتاق خودم نیستم یه سری دلیل داره که دیگه باعث شده که ما بریم اینجا ویدیو رو بگیریم بدون معطلی. برو بریم سراغ این ویدیو جالب قشنگ. Let's go. خب بچه ها من میکروفون اینجا کاشتم خب که بریم اینو ببینیم با هم. خب آقا وقتی که گوشی رو کنیم خب یه تاکینگ کنه شیطانیه خب که بچه ها واقعا منم نتونیم نسخه شیطان شدن رو کردم. اسکریت تاکینگ تام ایوه یه همچین اسم داره. وقتی که بازش میکنیم صفحه نموش رو هم بهتون نشون بدم بیاد بالا صفحه نموش. من این ویدیوشو رو ضبط کردم نتونستم آپلودش کنم. بذار دیگه ببینیم انیش رو بهتون نشون بدم. من همین الانش ریدم به خودم و نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی قیافش بده اوجی. من ریدم من اینو بچه جلوی میکروفون میگیرم که شما هم صداشو بشنوید که صدای گوه داری تو دهنی تو سرویس. خب آقا بریم مودهای مختلفش رو چک کنیم. من این مود اتاق پلیشه اتاق بازیشه چیه اینم صداش. آقا اتاق غذا خوریش که بریم میبینید که یه همچین تمی داره. سلام تام. اسم واقعی تو چیه؟ اسم واقعی تو چیه؟ What is your real name? That's true. بچه ها درست دیدن؟ این رو کلی توالتی چیه؟ این باز چیه تو توالت میاد بیرون؟ عزیزم من برای بار دوم خدمت شما میکنم. من ریدم حالا اتاق خوابش هم ببینیم. من اتاق خوابش هم یه تم معمولی داره تقریبا و این از خودمون دور میکنیم که صدا رو نگیره. من یه حرفتون دارم. حالا میرسیم به قسمت دوم این چالش، یعنی من یه سری سوالای شیطانی ازش میپرسم و اونم ببینم چه جوابی من میده. خب میریم توی اتاق پلیش. اتاق پلی بچه ها دست به اسباب بازیاش میزنی میفته میترکه. بریم سوالا رو ازش بپرسیم. Hey Tom,
You're evil. Are you evil? Are you evil? Yes or no? Are you evil? Or no, are you evil? Yes. Yes or no? Are you evil? Are you evil? بچه های دقت کرده باشید yes or no شو نمیگه، فقط چی رو میگه ببینیم. Yes or no? Are you evil? Yes or no, are you evil? این دفعه بود. بریم تو نوع دستشویی. بچه ها نکنید بشورینش. بشورینش. بریم چه دفعه